ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمدالله مسئولین مشغول انجام این کارها هستند. مطمئناً حرکت کلی ملت ایران و مسئولین کشور در جهت مقابله با استکبار جهانی و دستگاه جنایتکار حاکم بر نظم جهانی امروز قطعاً و انصافاً هیچ گونه کوتاهی نخواهند کرد. این رو مطمئن باشید. بحث صرفاً انتقام نیست، بحث یک حرکت منطقی است، بحث یک حرکت مقابله منطبق با دین و اخلاق و شرع و قوانین بین المللی است و ملت ایران و مسئولین کشور در این جهت هیچ گونه تعللی و کوتاهی نخواهند کرد. اینو مطمئن باشید.